به 7مین جلسه از دوره رایگان دسرهای لیوانی خیلی خوش اومدین. این جلسه تعلق میگیره به دسر نسکافه‌ای. پس برای درست کردنش با من همراه باشید. اول شیر ولرم، شکر و نسکافه فوری رو داخل یه ظرفی میریزیم. هم میزنیم تا مخلوط شن. بعد میذاریمش کنار. حالا کرم نسکافه‌مون رو درست میکنیم. شیر، آرد، نشاسته ذرت و نسکافه فوری رو داخل یه قابلمه میریزیم. هم میزنیم. وقتی ترکیب شدن میذاریم رو حرارت ملایم و مدام هم میزنیم تا به این غلظت برسه. حالا یه بیسکویت لیدی فینگر رو از وسط نصف میکنیم و میذاریم داخل ترکیب شیر نسکافه‌ای که از قبل درست کردیم و کف ظرفمون میچینیم و روش یه لایه کرم میریزیم و این کار رو 2 بار تکرار میکنیم. برای فیلینگش هم میتونیم از موز حلقه شده، گردو و شکلات چیپسی استفاده کنیم و مثل فیلم مراحل رو انجام میدیم تا ظرفمون پر بشه. فقط یه نکته خیلی مهم بهتون بگم این که بیسکویتتون رو زیاد نذارید تو ترکیب شیر و نسکافه بمونه، چون حالت خمیری پیدا میکنه و در آخرم روش رو با خامه قنادی و شکلات چیپسی تزیین میکنیم. راستی امروز آخرین جلسه آموزش دسرهامونه. 6 جلسه دیگر رو میتونید تو پستای قبلی ببینید. نوش جونتون باشه.